معلم از ته دل رحمت. خب بعد این استاد در شکل شما در همین مکتب شما در طول چند روز تیار میکنه همین دانشجو را برای پروا پالوچت کردن برای اگزم تیار میکنه برای روان کردن تا بگیرن شد. سریدنی وقتی صرف میکردگیشون بچه ها 2 هفته میرد. 2 هفته درس آشنیه هر روزه. هر روزه. درسی ما نیپریریم نه. هر روز درس میگذاریم. لیکن همین گروپ ها داخل میشن بچه ها بعضی ها تمام میکنن بعضی ها داخل میشن. سریدنی همین 2 هفته وقت میبرد برای یک آدمی ما مراجعت کردگی تیار شده نشون. 2 هفته هر روزه باید درس بیاد. بچه‌ای که بعضیش کار دارن بعد این حالت چی میشن مقصد 2 هفته نه 3 هفته 4 هفته میشه. بعضی تا حالتی تیار شدن بگیم همون دانشجو میتونه بیاد. در این حالت دیگر مبلغ نمیسپره در حالتی که یک بار مبلغ میسپرن تا کارشون بود شدن. بله من بیشتر گفت دادم که مبلغ میسپره این نه برای همون پرواز این برای هر روزه وقتی شما برای درسی خودشون است که شما را وقت صرف میکنید نیرو صرف میکنید نه آموزونی. خب امکانات باشه در چی شاگردار یگان چپرسم. السلام علیکم.